سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز سه شنبه 18 نوامبر همراه شما. خبرنگاران تاجیک در یک نشست در دوشنبه اظهار نگرانی کردند که مقامات به هر وسیله از جمله استفاده از دادگاه بر رسانه‌ها فشار می‌آورند. در نشست آزادی بیان در تاجیکستان از جمله گفته شد که تاجیک صادرات بانک یکی از بانک‌های تجارتی از دادگاه خواسته است به نشر مقاله درباره این بانک در روزنامه نگاه اجازه ندهد. یکی از نشرهای مستقل ما هفته‌نامه نگاه با قرار یکی از نامه‌های پایتخت از چاپ سلسله مقاله‌های تحقیقاتی ژورنالیستی مجبور می‌شود که دست کشد. مقاله روزنامه نگاه درباره یک جنجال مالی تاجیک صادرات بانک با یک خانواده شناخته در تاجیکستان بوده است. در نشست دوشنبه همچنین گفتند وزارت عدلیه می‌خواهد با اصلاح قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی دسترسی سازمان‌های غیر حکومتی به گرانت‌های خارجی را محدود کند. یکی از رسانه‌های گروهی معروف تاجیکستان 20 ساله شد. شرکت مطبوعاتی چرخ گردون که چند هفته‌نامه از جمله دایجست پرس را چاپ می‌کند 20 سال پیش و در زمان اوج جنگ‌های داخلی در تاجیکستان تأسیس شد و حالا هم یکی از بزرگترین رسانه‌های کشور باقی می‌ماند. در پایتخت تاجیکستان اخیر هفته گذشته قیمت بنزین بالا رفت. در نقطه‌های بنزین فروشی که اکثریتش به شرکت گازپروم نفت روسیه تعلق دارند، حالا یک لیتر بنزین نوع 92 تا 6 سامانی و 40 درم قیمت دارد. قیمت بنزین 95 وابسته به نوع‌های آن از 6 سامانی و 70 درم تا به 6 سامانی و 95 درم می‌رسد. تا 2 هفته پیشتر در دوشنبه قیمت بنزین نوع‌های مختلف از 20 تا 40 درم ارزان تر بود. تغییر قرب اسعار و به خصوص پایان آمدن قرب روبل روسی و بالا رفتن ارزش دلار و یورو از سبب‌های اصلی بالاروی نرخ مواد سوخت در تاجیکستان شده است. در باغ پرچم تاجیکستان در مرکز پایتخت اکنون مثل باغ‌های کشورهای دیگر ماشین‌های خردی برقی با راه بلد خدمت می‌رسانند. برای اولین بار است که در این باغ تازه بنیادی دوشنبه این گونه ماشین‌ها را برای مهمانان و ساکنان پایتخت به کار انداختند. دوستم یک طلب و با یک گودک با دوستم سال ارزان تر کنن اگر آینده با بسیز می‌بیام. من بعضی اینا پولشون نمی‌رسد من از خودم می‌تیم. باغ پرچم ملی در پهلوی کاخ پرزیدنت و در مساحت 18 هکتار بنیاد شده است و یکی از محله‌های اصلی سیر و گشت ساکنان و مهمانان پایتخت به شمار می رود. جانبک مرادوف یکی از آوازخوان‌های شناخته تاجیکستان ترانه نوی را آماده کرده است که آهنگ آن را منیژه دولت و آوازخوان دیگری معروف ساخته است. جانبک بر رادیوی آزادی گفت ترانه در این دنیا را که به قلم شاعر رحیم جان تعلق دارد در تاشکند ثبت کرده است و برای ساختن کلیپ آن نیز آمادگی می‌گیرد. با احتیاجی لقمه نگاهی پور از هوس سوی دیگر برده اینان به پیش سگ به قدر قیمت تر از آدمی ناز سگی پشتی داره یک سو در این دنیا کسی بیچاره مثل خسه. و صحبت کامل با جانبک مرادوف در وبسایت رادیو آزادی در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.